مسئله دین، مسئله اسلام، حتی مسئله تشیع برای حکومت ایران مهم نیست. شما ببینید یک نمونه بسیار واضح و آشکار. جنگ بین دو کشور است، یکیش آذربایجان شیعه مسلمان، یکی کشور ارمنستان مسیحی. روسیه جانب کشور ارمنستان رو گرفت، کل جهان اسلام جانب آذربایجان رو گرفت. حتی اگر من سال اول لیسه بود، یعنی کلاس هفتم بودم، که حتی مجاهدین افغانستان هم در جنگ ناگورنو قره‌باغ به آذربایجان رفتن. از کوچه‌ای که ما بودیم، از اونجا چند نفر رو من شخصا میشناسم که اونا رفتن در اون جنگ شرکت کردن به طرفداری از آذربایجان شیعه. اما ایران حکومتش چه از نگاه نظامی، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه دیپلماتیک در کنار ارمنستان قرار گرفت. چرا؟ چون که روسیه به ایران کمک میکرد و روسیه جانب ارمنستان رو گرفته بود. همین حکومت جمهوری اسلامی شیعه‌ای که ادعای شیعه بودن و اخوت و برادری و تهران رو میگن ام القرى جهان اسلام، همینا در کنار کی قرار گرفتن؟ در کنار ارمنستان قرار گرفتن، بر علیه برادران شیعه مسلمان اثناعشری خودشان. چون ببینید برای این حکومت دین یک وسیله است، دین یک ابزاری است که از او استفاده میکنن به خاطر منافعشان. روزی شود همین دین را هم قربان میکنن. من چند روز پیش در یک از برنامه ذکر کردم در 40 سال اخیر بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی، در 40 سال اخیر 10 ها آخوند و سران و رئیس جمهور و صدر اعظم و وزرا و شخصیت های مهم رو خود این حکومت سربنیست کرده است. به خاطر اینکه مسئله مصالحشان که اگر مطرح باشه خودشان را نمیشناسن، اسلام را نمیشناسن، شیعه را نمیشناسن، بعد دلشان به اهل سنت تاجیکستان میسوزد. این مشکلی است که متاسفانه خیلی از علمای ما، دعوتگران ما، حتی سیاستمداران ما این رو درک نمیکنن. برای اینکه یک کمی بیشتر من یک سری نکاتی رو یادداشت کردم، یک کمی برگردیم به عقب‌تر. اصلا تاجیکستان، هویت تاجیکستان، موقعیت تاجیکستان، اهمیت تاجیکستان رو باید ما مورد بررسی قرار بدیم. چرا ایران این همه توجه کرد به تاجیکستان و بقیه کشورهای اسلامی توجه نکردن؟ چون تاجیکستان دروازه نشر هر ایدئولوژی، نمیگم تنها ایدئولوژی شیعه‌گری، رافضه‌گری یا هر چیز دیگر، تاجیکستان یک دروازه است برای فتح آسیای میانه، روسیه و بقیه کشورهایی که تا بالقان و تا اون طرف وجود دارد. چرا؟ یک روز یک دوستی این رو پرسید، گفت تو چرا اینقدر اهمیت دادی به یک کشور کوچیک؟ در آن زمان تاجیکستان وقتی ما برنامه رو شروع کردیم 8 میلیون بود. به یک کشور کوچیک، یعنی این کشور مثلا همه شیعه شود، یعنی چه دردی رو دوا میکند یا چه ضرری به امت اسلام دارد؟ گفتم برادر، این دروازه نشر تشیع در آسیای میانه و در همه کشورها تا روسیه است. گفت چطور؟ گفتم ببین الان مثلا اگر که حکومت ایران بخواد یک ازبکی رو، قزاقی رو، قرقیزی رو، ترکمنی رو، روسی رو، بلاروسی و اوکراینی رو ببرد ایران، اول باید 1-2 سال زحمت بکشد به او زبان فارسی یاد بدهد، بعد از او به او ایدئولوژی خودشان رو یاد بدن، بعد از او رو بفرستن به خاطر نشر ایدئولوژی خودشان در منطقه. اما یک تاجیک زبانش فارسی است، هیچ مشکلی نیست. همین روزی که وارد ایران شد، سر از فردا شروع میکنن او را شیعه میکنن و این کارو کردن. حقیقت است که ما نباید از سران بعد از اون زبان روسی هم بلد است و دیگر دقیقاً بله، حرف من همین بود. بعد از اون گفتم این طرف در ظرف 6 ماه همه چیز رو یاد میگیرد، بعد از اون میرود در تاجیکستان که مشکل ندارد، زبانش تاجیکی است، در همه کشورهای آسیای میانه و کشورهایی که زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی بودند میتواند به آسانی برای ایران تبلیغ بکند، برای مذهب اونا تبلیغ بکند و هیچ مشکل هم برایش ایجاد نشود، چون که زبان رسمی زبان روسی است در همه این کشورها. گفت تعجب کرد، واقعا راست میگی؟ ببینید تا این اندازه علمای ما، سیاستمداران ما غافل بودن. همین کار در خیلی از کشورهای دیگری هم صورت گرفت. پس هویت تاجیکستان یک هویت اسلامی است، یک هویت سنی است. تاجیکستان مرکز علم و فرهنگ بوده. ما از تاجیکستان وقتی که میگیم از تاجیکستانی فعلی صحبت نمی کنیم. وقتی ما تاجیکستان میگیم ما از بخارا و سمرقند صحبت میکنیم، از سرزمین علم و دانش صحبت میکنیم، از سرزمینی که
از امام بخاری گرفته تا هزاران نفر از علما و دانشمندان رو تقدیم امت اسلامی کردن. من یک روزی شهر بلخ امروز یک شهر بسیار کوچیک است. حالا این منطقه کلا قبلا یک منطقه بود که قبلا کشوری به نام افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستانی وجود نداشت. تنها در شهر بلخ بیش از 500 مفسر و محدث و تاریخدان و علمای بارز جهان اسلام زندگی می‌کردند. اما امروز چی کار کردن؟ بخارا و سمرقند رو بردن در بین یک مردمی که با همه احترامی که به برادران و خواهران عزیز و ازبک ما داریم، در بین مردمی که با زبان سمرقند و بخارا بیگانه بودن، آن را در اونجا گرفتن زندانی کردن و ما رو گرفتن در تاجیکستان زندانی کردن، تعدادی رو در افغانستان زندانی کردن، بین ما مرزها کشیدن، ما را از تاریخمان جدا کردن، ما را از هویتمان جدا کردن، از دینمان جدا کردن، از بزرگانمان جدا کردن. بعد از اون اشغال پیش آمد که اتحاد جماهیر شوروی آمد و این مناطق رو اشغال کرد و بعد از اون 70-80 سال ظلم ستم که حتی تعلیم قرآن، مدارس دینی و همه چیز ممنوع بود در آسیا میانه. شاید پدران شما قصه کرده باشن، اجدادتان قصه کرده باشن که چه وضعیتی مردم داشتن که در زیر زمین میرفتن قرآن میخواندن. جای تعجب این است برادر عزیز که در بین همه این ملت ها، در بین قزاق ها و ازبک ها و ترکمن ها و قرقیز ها و همه اینها، تنها ملتی که توانست هویت اسلامی خود را حفظ بکند، تنها ملتی که توانست با کمترین امکانات، با کتاب‌های مندثر و کهنه و از آبا و اجدادشان مانده دین خود را حفظ بکند، ملت تاجیکستان بود. امروز التزام دینی که در تاجیکستان است و دینداری که در تاجیکستان است، باور کنید یعنی من شهادت میدم که حتی در مکه و مدینه شاید کمتر باشد. به خاطر چی؟ که این ملت به دینشان، به فرهنگشان، به اعتقاداتشان پابند ماندند. به خاطر همین ببینید که توجه همه دشمنان بر بالای تاجیکستان شد. توجه ایران، توجه چین، توجه روسیه، توجه دشمنان اسلام و شخصی را آوردن در این کشور بعد از استقلال حاکم کردن که مردم، باور کنید من بعضی پیرمردای تاجیک رو دیدم میگن دوران اتحاد جماهیر شوروی خیلی بهتر از دوران رحمانوف بود.